در این زمان بسیار نافهمی بین زن و شوهر میشه. اکثر این نافهمی به سبب عیبگویی هست. عیب دیگر گفتن. یعنی بسیار انسان‌ها می‌نویسند در اینستاگرام و فیسبوک از ما مشورت می‌پرسن که خشود و خشود بسیار زن و شوهر یعنی میگن که یه مرد کار میکرد، زنش هم کار میکرد است. بعد میگه که در همون کارخانه ما یک مجلس میشود، در اونجا باید تو درباره صفات‌های بدی من اونجا نقل کنی که من چی صفات‌های منفی دارم. شوهرم انسان زیرک بوده، باید که مینویسه در داخل یک ظرف کانورت میگذاشت، نویس درباره صفات‌های زنش در داخل کانورت گذاشت. زنش نمیدونه که اونجا چی نوشته است. خب زنک برد در اون مجلس زنانه، بعد کشودن کانورت خوندن. یعنی هر کی یعنی خودش یعنی که هم مجلس میخوند رئیس مجلس، با این زنک دید که شوهرش خیلی تعریف توصیفش کرده. یکی مردک بیگاه خانم میاد که زن گل دسته در دستش، شوهرش باید چهره کشون با لبخند پیشواز میگیرد، بوسه میکند، میگه که تشکری زیاد که تو من مثلا سرم بلند کردی، رویم سرخ کردی بین همکارم، خیلی وصفای زیبا کردی من. بعد مرد همین قصه رو با یک از نقل میکنه، میگه که من میتونستم زنم میگه عیب‌های زیاد داشت، میگه 10 عیب داشت، میگه اقلا میدونست. لیکن من میدونم که عیب گفتن انسان برعکس یعنی انسانی سرکش میکند، یعنی که ناموسش میگیرد، غیرتش میگیرد، عیب قبول نمیکند. بنابراین گفت تعریف کردن و توصیف کردن یک سحری دارد، سحری سخن است. انسان میتونه با توصیف کردن، تعریف کردن انسان چیه به خودش جلب کند. منم خواستم به این را جلب کنم، میگه بنابراین زنم 70% خاراکترهای بدش پرتافت. یعنی اگر هم 10 خاراکتری بد داشته باشد 7 تا دیگه پرتافت، بعدی هم که شوهرش باید تعریف توصیف کرد. یعنی بنابراین بین زن و شوهر بسیار حالت باید که همین چیز باشه. شرعاً هم مثلا این چیز یعنی حرام نیست، ممنوع نیست. گرچه که همون چیز نباشدم انسان برایش زنش باید این دروغ حساب نمیشه. برای خاطر هم حیات عائلوی رو چی کرد؟ استوار داشت.